احسان بکو، جلب توجه دیگران را بکو، دشمنیشان به دوستی تبدیل کو، بغضشان با محبت. همین تبلیغیات در می دعوت بسیار خوب است نه؟ در می کار افسوس که طریقه دعوتشان کامل اسکول گپاشان اما شیوهشان بسیار خوب. هر قدر سرش خارش میگه خیر ده یک ذره میگه تو بیا یک نان بخو، میارش دم دستارخوان یک نان میتا و میوه خلاص میگه زمین بگی تو یک استفاده کن، چند تا گپای شیرین میزنی جلبش میکنه. اگر که گپاش کامل نیست، ما شما که دین ما و گپ ما کامل است، همین لهجه ما بسیار تنده. 4 گپ که زدیم تا پگت خدا میکشیم خراب یک تا پیش میکنیم که تو الا کافر هستی و مشرک هستی، برو گپ تو خلاصه برو. توبه. یک وقت همیجا نماز میخواندیم، یک کسی همیجا آمین گفتن مردم، برآمد گفت چه حالت آمین گفت، یک کسی زیر زرقش در آمد، یک بچه جوان میگه تو حدیث بخاری قبول نداری؟ و میگه تو با استغفر الله قبول دارم. نه تو بگو قبول نداری که اینو کشیدم دیگه تاپه را که من یک تاپه بزنم. گفت اگه حدیث باشه قبولش دارم ولی در مذهب ما نیستی. چرا مولای ما نگفته؟ من خبر نیستم. نه گفت بگو. من گفتم ولی تو بزرگ چرا کافر داری؟ گفت میره بان این بیچاره نمیفهمه. این ما شما تند هستیم واقعا. اینجا که هستی اخلاق تمی تو بسیار نرم ملایم، گپ دی دعوت بته که نشد با تاپه خواه صورت تاپه ماپا کدی نکدی اون گپش جدا صورت تاپه میکنی نمیکنی مهم نیست. ادفع بالتی احسن السیئه، دفع بکو به طریقه که زیبا سیئه گناه ها را. اخلاق بد به اخلاق نیک، شرک بد بیان توحید دیگه همین قسم گناه را به نیکی کلش شامل میشه. گناه را به نیک کردن